سلام بچه ها. میخوام امروز ویدیو بذارم که بعضی از مایکرافت پلیرهای حرفه‌ای میگن این سخت‌ترین چالشیه که میتونی توی عمرت تو مایکرافت انجام بدی. یه چاله خیلی بزرگی بدراکی که فقط توش هیچی نداری. اول این همهش بدراکه ولی چند تا استون وجود داره که و چند تا درخت وجود داره. پس ما اسکلی نمی کنیم، اینا رو میکنیم. نه اسکل نمی کنیم و درت ها رو میکنیم. ولی درت ها رو میکنیم به یه برل برخورد کنیم که توش 18 تا چیز. حالا این 18 تا چیز چوب رو بذاریم بریم بالا نمیشه چون خیلی خیلی بزرگه. دست میام هوش مصنوعی رو انجام میدیم دیگه. میایم هوش مصنوعی رو انجام میدیم. با هوش مصنوعی به یه برل میخوریم که توش اینا هست. با این وسایل دیگه فرار نکنم نامردم دیگه. واقعا نامردم. بریم که فرار کنیم. آقا اوکی داریم خوب پیش میریم. اوکی یاجی ساده مرحله رو رد کردیم. شما هم تا اینجا ویدیو اومدید دیگه یه سابسکرایب به ما بدید دیگه. ما داریم اینجا زحمت بکشیم که سابسکرایب بدین. خواست که تونستیم واقعا ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و کارهای دیگه مایکرافتی هم انجام بدید. اگر لایک نکنید سابسکرایب کنید من میام توی خوابت و اینجاست که بهتون میگم